الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، الله سبحانه و تعالی به شما برکه بدهد و شما را حفظ بکند و به شما توفیق فهم صحیح و ثابت قدم در راه حق بودن را نصیب بکند. امروز حلقه پنجم است از شرح کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین که ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی این عقیده را بیان کرده اند که ابن ابو حاتم این کتاب را نوشتند. برادران و خواهران عزیزم، تا امروز به شما معلوم گشت که ایمان قول است و عمل است و اعتقاد است و زیاد و کم می شود. و تا امروز فهمیدید که علمای خراسان، منطقه من و شما، همه علماهای عقیده اشون درست صحیح در اول عصر اول درست صحیح محدثین که عقیده شون موافق عقیده صحابگان و تابعین هست بودند. اما بعد از عصر یک و نیمه عصر دو آهسته اهل بدعت به وجود آمدند و بالاخره آهسته آهسته اهل بدعت از اهل کلام و از اهل فلسفه غلبه کردند، به این معنا که اونها منتشر شدند. دین کلامی ها و دین فلسفی ها را مردم قبول کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در دین کلامی ها فقط عیش و عشرت است و عمل وجود ندارد، کفر و شرک وجود ندارد. برای مردم هم که جاهل هستند دین کلامی ها یا دین فلسفی ها معقول است. البته بالاخره عاقبتش جهنم است، اما در این دنیا هر چی میخواهی بکن. دین فلسفی ها، دین بگویم کلامی ها همین است، هر چی میخواهی بکن. شرک، کفر، دروازه ها همه شده. و شما از علماهای اهل بدعت رو فهمیدید که اکثر علماهای اهل بدعتی که معروفند در اسلام و فرقه های باطلی که معروف است در اسلام از کجا است؟ باز از همین خراسان است. بمانند جعد ابن درهم، جهم ابن صفان، کرامی، کلابی رو کمی بعضی از علما تفصیلات دارد میگن. و این چنین بارک الله فیکم ابن داود ظاهری هم از همین منطقه خراسان است. ابن سینا، ماتوریدی و دیگر از شاعرهای دیگری که جامی و مولوی و اینا که به شعرشون بالاخره مردم را گمراه کردند. پس امروز بعد از اینکه این مسائل رو فهمیدید، مختصرا فهمید و بدانید که در باب ایمان همه علمای خراسان در اصل اول دوم از محدثین، آنهایی که عقیده سلف صالح رو داشتند، خودشون سلف صالح بودند، موافق قرآن و موافق سنت است. که می گفتند که ایمان قول است و عمل است و اعتقاد است و زیاد و کم می شود. چخیلی که ایمان قول و عمل بودنش را ذکر کرده است، روایت کرده است عبید ابن عمیر اللیثی از سفیان ابن عیینه، از سفیان ابن ثوری و ابن جریج و از عبید الله ابن عمر و از معمر ابن راشد و از اوزاعی، هشام ابن حسان، مالک ابن انس رحمه الله. همه اینها علمای اهل سنت از سلف هستند. و یحیی ابن سعید القطان و شافعی، محمد ابن ادریس شافعی و احمد ابن حنبل و اسحاق ابن رحوی. شما نظر کنید به کتاب الابانه لابن بطه، صفحه 1118، کتاب ایمان. و این چنین این روایت رو کردند حمیدی و ابن المدینی، یحیی ابن معین، علی ابن المدینی و بخاری، ابو جعفر ابن جریر الطبری، ابو الحسن الاشعری، حتی در کتاب الابانه که در آخر عمرشون نوشته و توبه کردند از عقیده اشعری ماتریدی. نظر کنید به کتاب ابانه صفحه 27. محمد ابن عبدالبر اجماع نقل میکنن که
اجماع را نقل میکنند که ایمان قول است و عمل است و اعتقاد است و نیت است و زیاد و کم میشود. پس بارک الله فیکم. امروز علماهای شما، علماهایی که در تاجیکستان هستند، عمل را از ایمان نمیدانند. انا مخالفت اینها به سلف صالح. امروز علماهای صوفی که در افغانستان هستند یا که در ایران هستند، صوفی هایی که البته که دیوبندند یا که قادری یا که مولوی یا که تیجانی در افریقا هست یا که جامی یا که نقشبندی و غیر، اینها عمل را از رکن ایمان نمیدانند. از همین جهت ما میگیم که اینها گمراهند، اینها مخالف تمام مذهب اهل سنت و الجماعت هستند. ما حالا ذکر کردیم همه علما رو. این علماهایی که در این منطقه های خراسان امروز وجود دارند پیروان سلف صالح نیستند، پیروان صحابگان، تابعین، تبع تابعین نیستند، بلکه اینها پیروان همون علمای مرتبه دوم که از اهل کلام هستند و از اهل منطق هستند، از فلسفه هستند، به مانند جعد ابن درهم، جهم ابن صفان، کرامی یا که بگویم کلابی یا که از دیگر علمای اهل بدعت. از همین جهت ما شما را میگیم که به این علما پیروی نکنید. علمایی که امروز در تاجیکستان هستند اکثر اینها ایمان را زیاد و کم میشود نمیگویند. کم شدن و زیاد شدن ایمان را انکار میکنند. الله المستعان. در حالتی که خود الله سبحانه و تعالی این زیاد شدن و کم شدن ایمان را بیان کرده است. زیاد شدن و کم شدن ایمان را خود الله سبحانه و تعالی بیان کرده است. در قرآن نظر میکنید الله سبحانه و تعالی میگوید و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. سوره انفال آیت دوم. اگر به آنها آیات های الله تلاوت کرده شود ایمانشان زیاد می شود. من شما وقتی که قرآن رو میخونیم یا گوش میکنیم ایمانمون زیاد می شود. از همین جهت تلاوت قرآن و گوش کردن قرآن بینات خوب است. ایمان آدم زیاد میکند. الله گفته ایستاد است که ایمان زیاد می شود. بله خودی الله گفته ایستاد است ایمان زیاد می شود. در سوره آل عمران آیه 173 نظر کنید. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. با اونهایی که گفته شد که مردم بر ضد شما همه جمع شدند، فخشوهم خواستند که بترسانند، اما ایمان اینها زیاد شد. البته این قصه معروف است. به پیامبر آوردند و خبر دادند که یک نفر اومد و خبر داد که ای پیامبر همه قریش و همه دیگر مشرکای عربی که غیر قریش است همه یک جا شده، یک چند هزار نفر میخواهند که شما را نابود بکنند. خواستند که ترسند، خواستند که با این خبر پیامبر ترسند، اما پیامبر صلی الله علیه و آله چی گفتند؟ ایمانشون زیاد شد. حسبنا الله و نعم الوکیل گفتند. از این عبارت که در بعض حالت خبری بد بیاید هم ایمان چی می شود؟ ایمان زیاد می شود. فاما الذين آمنوا فزادتهم ایمانا وهم يستبشرون. و اونایی که ایمان آوردن ایمانشون زیاد شد. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. و زیاد نکرد به اونها مگرم ایمانشون و تسلیمشون رو. والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم. اونهایی که هدایت شدند ایمانشون باز زیاد شد، هدایتشون باز زیاد شد. آمنوا بربهم و زدناهم هدى. ایمان آوردن به ربشون و هدایتشون زیاد شد. سوره کهف 13. همه این حدیث ها دلالت میکند که ایمان زیاد می شود، ایمان زیاد می شود و ایمان کم می شود. دو طایفه زیاد شدن ایمان و کم شدن ایمان را قبول نکردند. خوارج ها و معتزله ها ایمان را زیاد و کم می شود نمیگویند و این چنین جهمی ها مرجعه ها هم ایمان زیاد و کم نمی شود میگند. سوال به وجود می بیاید که ابو حنیفه رحمه الله آیا خطا کردند در همین جا یا نکردند؟ بله، ابو حنیفه ایمان را زیاد و کم نمی شود گفتند، خطا کردند. اما خطاگی ابو حنیفه مثل خطاگی دیگر مرجعه ها نیست. ما چه خیلی که گفتیم مرجعه ها دو نمود است. مرجعه های عادی به مانند ابو حنیفه که خطا کردند،
اما مرجئه های غلاتی که اونها اسلام رو دیگر کردند و مشرک رو مسلمان گفتند. از همین جهت سلف این امت ابو حنیفه رو گفتند که خطا کردند و بدعت کردند، اما تکفیر نکردند. اما جهمی رو، جعد ابن درهم رو، بشر المریسی رو، این جوحز رو تکفیر کردند و بعضش رو به قتل رساندند و بعضش رو البته که به قتل نرساندند. مثلا جعد ابن درهم رو به قتل رساندند، جهم ابن صفوان رو به قتل رساندند، اما مثلا بگم جوحز رو به قتل نرساندند. بارک الله فیکم. انا این بود عقیده اهل سنت و الجماعت در باب ایمان. ایمان زیاد می شود و ایمان کم می شود، حتی این که ایمان نابود می شود. خیلی که از سلف صالح روایت آمده است. پس انسان هایی که ما ایمان آورده می گوید اگر شما عمل نکنید ایمان ندارید. انسان هایی که شما ایمان آورده می گوید اگر عمل نکنید ایمان شما صحیح نیست. بارک الله فیکم. پس باید عمل کرده شود، باید عمل بکند، باید نماز خواند، باید روزه دارد، باید ترک کفر و شرک بکند. آیا امروز در این زمان ما مرجئه ها وجود دارد یا ندارد؟ آیا امروز در زمان من شما مرجئه ها وجود دارد یا ندارد؟ بله، مرجئه ها وجود دارد. بمانندی مرجئه های غلات، اشعری ها، ماتریدی ها، صوفی ها مرجئه غلات است و بمانندی مدخلی ها، اینها هم که قسما غلات هستند. بارک الله فیکم. پس مرجئه ها چی میگویند؟ کی کافر است در نزد مرجئه؟ در نزد مرجئه کسی که عمل نمیکند کافر نیست، کسی که شرک کفر میکند کافر نیست، زیرا که عمل از ایمان است، فقط کامل کننده ایمان است، رکن ایمان نیست. یعنی از جهت دیگر بگیم به عمل آدم کافر یا مسلمان نمی شود. بارک الله فیکم. پس برادرانم و خواهران بزرگوارم، مرجئه ها میگن که هر کسی که لا اله الا الله گفت داخل جنت می شود، اگرچه نماز نخواند، اگرچه روزه ندارد، اگرچه زکات ندهد، اگرچه شرک و کفر کند. البته این عقیده باطل است، بلکه هر کسی که لا اله الا الله بگوید، رکنهایش را و شرطهای صحتش را بجا بیارد، داخل جنت نمی شود. این مشرک است یا کافر است. از همین جهت باید رکنهای لا اله الا الله و شرطهای لا اله الا الله را بجا بیاورد. کفر بالطاغوت، براءت از مشرکین، تکفیر مشرکین، ایمان به الله، در توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات، توحید حکم و غیره، و متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشد. اما مرجئه ها شما را به شبهه گرفتار میکنند. مرجئه ها میگویند که حدیث ها هست که پیامبر گفتند که انسان عمل نکند هم جنت میرود. اینها 6 حدیث دارند. حدیث یکمشون همین است که میگن من قال لا اله الا الله دخل الجنه. هر کسی که لا اله الا الله بگوید داخل جنت میشود. ما میگوییم که اولا بله این حدیث درست است و به این حدیث یک چند جواب را علما دادند از علمای سلف، بمانند امام بخاری، بمانند اسحاق ابن راهوی و بمانند ابن خزیمه و دیگر از علما، بمانند ابن جریر الطبری. میگویند که این حدیث تعلق دارد به یک انسانی که پیش از مرگش توبه میکند و لا اله الا الله میگوید و به جنت میرود. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک فرزند یهودی را، یک پسر بچه یهودی را پیش از مرگش دعوت کردند. او از پدرش اجازت خواست، گفت که ایمان بیارم یا نبیارم. پدرش اجازت داد، گفت که بله ایمان بیار.
همون پسر بچه پیش از مرگش لا اله الا الله گفت، یگان عمل نکرد و وفات کرد. پیامبر گفتند که الحمدلله الذی انقذنی به النار، الحمدلله که به سبب من انا همین جوان رو الله از آتش جهنم نجات داد. با گفتن یک لا اله الا الله پیش از مردنش که گفت وقتی عمل کردن ندارد، گفت وفات کرد، قبول کرد و وفات کرد، البته که جنت میرود ان شاء الله. پیامبر گفتند این حادثه شد چخیلی که یک یهود پیش از مرگش توبه کرد. حتی به پیش مکشان ابو طالب رفتند و گفتند که لا اله الا الله به ایمان بیار و لا اله الا الله بگو که من در روز قیامت به سبب همین توی شفاعت کنم. ابو طالب نگفت و وفات کرد. پیامبر میگن که اگر میگفت من او را در روز قیامت شفاعت میکردم. البته معناش فهمیده، معناش نفهمیده نگوید، نه معناش فهمیده باید بگوید. کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید معناش نمیفهمد و مسلمان نیست. وای مسلمان نیست، معنای نفهمد مسلمان نیست. پس این حدیثی که اومده است که کسی که لا اله الا الله گوید داخل جنت می شود، معناش این که اگر وقتی عمل کردن نیابد، لا اله الا الله گفت و وفات کرد، پیش از مرگش توبه کرد و وفات کرد. اما لا اله الا الله بگوید بعد از این زندگی بکند، یک ماه و یک سال و 2 سال یگان عمل نکند، این کافر است و مرتد است. لا اله الا الله گفته مسلمان شد و بعد از این گشته کافر شد. این جوابی مختصر. جواب دوم به حدیثی که اینها میبرند که روز قیامت حدیثی بتوقع میارند. روز قیامت یک انسان به حساب کتاب الله سبحانه و تعالی می آید به نزد الله. همه گناهاش رو میبیند که گناهش به نهایت زیاد است. این انسان میگه که تمام من هلاک شدم، من به جهنم میرم، که دیگر تمام است. که الله میگوید که بتوقع رو گذارید، همون کارتی که در همون لا اله الا الله نشته است. کارته اوره به یک طرفی ترازوی دیگر میمونن که همون یک کارته میده، یک بطاقه، ثوابش زیاد، همه گناه زیر میکند و ثوابش زیاد میبرد و این انسان نجات مییابد، در حالتی که میگن هیچ عمل کردگی نبود نجات مییابد. مدخلی ها مرجعه ها این حدیث میبرن میگن که این انسان در روی دنیا هیچ عمل کردگی نبود، به یک لا اله الا الله نجات یافت. ما میگیم که حدیث خطا فهمیدید. این انسان در روی این دنیا عمل میکرد، موحد بود، اصل دین داشت، اما گناهش به نهایت زیاد بود. انسان های موحد هست که گناهی زیاد دارد، موحد است اما گناهی زیاد دارد، کفر به طاغوت دارد، براءت از کفار مشرکین دارد، کفر اسلام فرقش می رود، عمل میکند، یعنی نماز میخواند، زکات میدهد، اما گناهی دیگر زیاد دارد، زنا دارد، شراب نوشی دارد، دزدی دارد، بد اخلاقی دارد، دشنام دارد، تهمت دارد، نمیمه دارد، گناهش زیاد است و به سبب گناهش باید این جهنم رود، به سبب گناه زیادش باید جهنم رود. اما توحید سبب می شود که الله اینه می بخشد. انا این است بارک الله فیکم که این حدیث شرح داده می شود. و مدخلی ها حدیث دیگر می آورند، میگن که در روز قیامت یک جماعت، نزدیک به قیامت در آخر الزمان یک جماعت می آیند که از اسلام هیچ چیزی رو نمی دانند بجز این که فقط الله میشناسند و تمام الله الله میگن، لا اله الا الله میدانند، نماز نمیفهمند، نمیخوانند، زکات و روزه و حج و هیچ چیز نیست و اینها را با الله به جنت میبرد. پس لا اله الا الله گوید شد میگن، عمل شرط نیست. ما میگیم که این حدیث شما درست فهمید. معنای حدیث همین است که در روز قیامت نزدیک، یعنی وقتی که قیامت نزدیک میشود، الله قرآن از دنیا میبردارد، حدیث میبردارد، در روی دنیا قرآن و حدیث نمیماند و مسلمان هایی که مانده اند جاهل میمانند، اونها از احکام شریعت علم ندارند، اونها نماز گفتنی چیز نمیفهمند، زکات و روزه و حج نمیفهمند، فقط اینها لا اله الا الله میدونند و تمام. به اینها کفر به طاغوت میفهمند، اینها مشرک میگن، شرک نمیکنند، کفر نمیکنند، اما دیگر عمل ندارند، برای اینکه به اینها حجت رسیدگی نیست. به کسی که حجت نرسیده است، به کسی که به او قرآن و سنت نرسیده است، البته جهل عذر است. اگر شرک نکند، کفر نکند، نماز نفهمد، قرآن وجود نداشته باشد، قرآن برداشته شده باشد، سنت برداشته شده باشد، این انسان ها هم الله سبحانه و تعالی در روز قیامت به جنت میبرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به اینها قرآن و سنت نرسید، قرآن و سنت وجود نداشت، اما اینها مشرک نبودند. پس با همین صحبت های مختصر
ما به شبهات مدخلی ها، به شبهات مرجعه ها از اشعری ها و ماتریدی ها که عمل را از ایمان نمیدانند یا از کمالات ایمان میدانند رد زدیم و میگوییم که مختصری سخن همین است که سلف صالح میگفتند که عمل این رکن ایمان است و کسی که عمل را ترک کند این چی است؟ البته که بالکل ترک کند کافر است. یا نماز را یا زکات را ترک کند کافر است. همون کسایی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه به قتل رسانیدند در مسئله زکات چه عقیده داشتند؟ اونها میگفتند که بله زکات فرض است، بله زکات در قرآن آمده است، در شریعت وجود دارد، ما این کار نمیکنیم اما نمیدیم. زکات فرض بودنش این کار نکردند، فقط نمیدیم گفتند، امتناع کردند. به سبب همین ابوبکر صدیق اونها را مرتد گفتند. آدم‌های جاهل هم بود، آدم‌های جاهلیش هم مرتد گفتند. پس بارک الله فیکم. مختصری سخنی ما همین است که برادرانم و خواهران موحدم، عقیده صحیح همین است که ایمان در لغت اقرار است و تصدیق است و در اصطلاح قاعده عقیدوی شریعت ایمان قول است و اعتقاد است و عمل است. زیاد و کم می شود. ایمان به زبان و به قول دل، اعتقاد دل و به عمل دل و به عمل جسم به وجود می آید و ما باید همه عمل را به الله انجام بدیم. همون عمل هایی که از ایمان است و همون عمل هایی که عبادت است اگر به غیر الله انجام بدهیم پس انسان مشرک می شود. به زبانش کسی الله را دشنام بدهد کافر است. استهزای دین کند کافر است. و به دلش کسی که تصدیق نکند کافر است. و عمل های قلبش به مانند خوف و رجا، امید، بگویم خشیه، رغبه، رهبه، توکل، این عبادت های قلبی را به غیر الله انجام بدهد و از حدودش برآرد، البته که با مشرک می شود. عمل های جسمی را یا ترک کند بالکل کافر می شود، یا که به غیر الله انجام دهد مشرک کافر می شود. پس ما دو چیز داریم. انسان به دو چیز به خطر بزرگ گرفتار می شود: به ترک نمودن یا به عمل را به غیر الله کردن. از هر دویش باید شما احتیاط بشوید. امروز انسان های هست که میگوید که من شرک نمی کنم، من به غیر الله هیچ عملی نمی کنم، اما الله با عمل نمی کند، ترک کرده است فرض ها را، شرک نمی کند اما نماز نمی خواند. پس این به کفر ترک واقع شده است. به کفر ترک واقع شده است. کسی که عمل نکند شرک کفر را نکرد، اما عمل نکند، عمل نکردنش خودش این کفر است. ترک هم عمل است. ترک کردن به بالایش جزا می‌آید. کسی که گناه را، کفر شرک را ترک کرد ثواب میگیرد. کسی که عبادت را ترک کرد، نماز را، زکات را ترک کرد، البته که کافر میشود. عمل را بالکل ترک کرد کافر است، اگرچه انسانی با آداب و با اخلاق خوب باشد. از جانب دیگر یک انسان عمل میکند اما عمل را به غیر الله هم انجام میدهد. به الله نماز میخواند، صدقه میدهد، به خاطر الله تعلیم میگیرد، قرآن میخواند، گریه میکند، ناله میکند، زکات میدهد، اما باز عمل را به غیر الله انجام میدهد. عمل را به غیر الله هم انجام میدهد، به قبر انجام میدهد. این هم مشرک است، عملش به او فایده ندارد. پس ترک کردن گفته های الله، ترک کردن عبادت این کفر است و عبادت را به غیر الله انجام دادن این شرک است. ما نباید ترک کنیم و نباید عملها را به غیر الله انجام بدیم. ما باید در دایره حدود بایستیم، گفته های الله را به جا بیاریم و عمل را به غیر الله انجام ندهیم، موحد باشیم. این است نتیجه خلاصه ایمان. بارک الله فیکم. ایمان را شما وقتی که صحیح میفهمید، کفر را صحیح میفهمید. کفر چیست؟ به شما سوال میشد که کفر چیست؟ کفر در لغت روپوشیدن، یعنی اقرار نکردن، روی پوش کردن، قبول نکردن، تصدیق نکردن، این همه کفر است در لغت. اما در اصطلاح شریعت
خیلی که ایمان را گفتیم که ایمان قول است و عمل است و اعتقاد است و زیاد و کم می شود. کفر هم قول است و عمل است و اعتقاد است و زیاد و کم می شود. کفر هم از زبان می برد، هم از دل می برد، هم از عمل می برد و کفر هم زیاد و کم می شود. کفر اصغر است و کفر اکبر است. کفر اصغر را کنید آدم کفر نمی شود، اما کفر اکبر را کنید آدم کفر می شود. شرک اکبر را کنید آدم کفر می شود. شرک اصغر را کنید آدم کفر نمی شود، اما بخشیده نمی شود. اما در نزد مرجئه ها کفر فقط در قلب است. کفر زبانی و کفر عملی وجود ندارد. شرک چیست؟ شرک هم همین است. شرک از کجا پیدا میشد؟ هم از زبان، هم از دل و هم از عمل. خیلی که ایمان از زبان و از دل و از عمل به وجود میاد، شرک هم از زبان، از دل، از عمل به وجود میاد. زیاد و کم میشود. بعض انسان است که قلبش خوب است اما عملش شرک است، این مشرک است. قلبش خوب است، عملش خوب است، زبانش شرک میکند، این مشرک است. اما مرجئه ها خطرشون همین است که فقط کفر در قلب است، فقط کفر در قلب است و فقط شرک در قلب است. از همین جهت اینها مشرک را مشرک نمیگند، به مشرک جهل را عذر میدهند. برای چی؟ برای اینکه میگن که قلب این آدم مؤمنه، قلب این آدم مسلمان است. کفر اکبر کرده رو، شرک اکبر کرده رو ما مسلمان میدونیم به خاطر اینکه قلبش مسلمان است. ما میگویم اهل سنت و جماعت، علمای سلف میگن که هر کسی که عمل شرک اکبر رو به مانند سجده کردن به غیر الله رو انجام داد، این عملش مشرک شد با این عملش و این عملش مستقل هست که آدم رو کفر میکند. بارک الله فیکم. انا با همین شما فهمیدید که ایمان در نزد اهل سنت چطور است و کفر چطور است و شرک چطور است. خیلی که ایمان قول است و عمل است و اعتقاد است، کفر هم قول است و عمل است و اعتقاد است، زیاد و کم می شود. شرک هم قول است و عمل است و اعتقاد است، زیاد و کم می شود. هم انسان به عملش مشرک شدنش ممکن، هم به زبانش مشرک و کافر شدنش ممکن، هم به قلبش مشرک و کافر شدنش ممکن. بارک الله فیکم. با همین مسئله ایمان رو به پایان میرسونیم و مختصرا به شما میگویم که در مسئله ایمان همه فرقه های باطل با اهل سنت و الجماعت چی دارند؟ مخالفت دارند. خوارج ها و معتزله ها مثل مرجئه ها عمل را یک چیز میدانند، یعنی ایمان را یک چیز میدانند. البته معتزله ها و خوارج ها عمل را از ایمان میدانند، اما یک قسمی از عمل نابود شود آدم را کفر میگند. از همین جهت خوارج ها و معتزله ها را وعیدیه گفته میشد. وعیدیه این که اون نصوص های قرآنی که دلالت به وعید عذاب میکند این را گرفتند اما رحمت الله را نگرفتند. اینها غلو کردند در گرفتن آیات هایی که دلالت به کافر بودن انسان میکند و دلالت به جهنم رفتن میکند. از همین جهت در نزد خوارج ها انسان عرق نوشد خوارج است. بگیم عرق نوشد چی است؟ کافر است. زنا کند کافر است. دزدی کند کافر است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگن که یک عملی کفری را کرد، این کفر اصغر نیست، این کفر اکبر است و این آدم البته که جهنمی است. میگن خوارج ها میگن که در این دنیا هم این کافر است و در روز آخرت خالدا مخلدا فی النار است. معتزله ها میگن که در این دنیا این نه مسلمان است و نه کافر است، اما در روز قیامت با مثل خوارج ها میگن که خالدا مخلدا فی النار است. اما اهل سنت و جماعت در مسئله گناه کبیره هیچ کس را تکفیر نمیکنند. عرق نوشیدن، زنا کردن این را میگن که این گناه بزرگ است، ایمانش بینواد ضعیف شد، خطری بزرگ دارد اما کافر نیست. و فرقه های مرجئه که مخالفت به اهل سنت و جماعت در باب ایمان دارند، جهمی ها، بگویم معتزله ها، خوارج ها، یا که از عموم بگویم، یا که اگر فقط مرجئه ها را بگیم جهمی ها، کرامی ها، کلابی ها، اشعری ها، ماتریدی ها و البته امروز در زمان ما حزبی ها و مدخلی ها، اینها در باب ایمان به اهل سنت و الجماعت مخالفت دارند.
در باب کفر مخالفت دارند و در باب شرک مخالفت دارند. ایمان را خطا فهمیدند، کفر و شرک را هم خطا فهمیدند. همه فرقه هایی که در اسلام وجود دارد همه اش با اهل سنت و الجماعت در فهم ایمان، در فهم شرک و در فهم کفر خطا هستند و مخالفت میکنند. خواه صوفی باشد، خواه خوارج باشد، خواه معتزله باشد، خواه جهمی باشد، خواه کرامی، کلابی، اشعری، ماتریدی، مدخلی، حزبی، رافضه، کسی نباشد، در باب ایمان مخالف اهل سنت و الجماعت است و در باب کفر هم مخالف اهل سنت و الجماعت است و در باب شرک هم مخالف اهل سنت و الجماعت است. عقیده اهل سنت و الجماعت یک عقیده صحیح و درست با منهج صحیح که موافق قرآن و سنت با فهم سلف این امت است که میگویند که ایمان قول است و عمل است و اعتقاد است و زیاد و کم می شود و عمل این رکن ایمان است، این شرط صحت ایمان است، کسی که ترک کرد کفر است. و این چنین کفر را میگن که کفر هم قولی هست، هم عملی هست، هم اعتقادی هست و زیاد و کم می شود. و این چنین شرک هم قولی هست، هم اعتقادی هست، هم عملی هست. اینها همش مستقل است، کفر زبانی، کفر دیل و کفر جسمی مستقل. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و امیدوارم که مسئله ایمان به شما فهما شد و مذهب سلف صالح به شما فهما شد و فرقه های باطل را در باب ایمان فهمیدید و گمراه بودن علمای امروزه را که بسیار در باب ایمان خطا میکنند فهمیدید و به اذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده ما دوام کتاب را میگیریم و شرح میتیم که در باب صفت الله سبحانه و تعالی است، در باب یک از صفات الله کلام الله است که صحبت میکنیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.